برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. چون این کارهای آبادانی و سازندگی در شهر ترسونزاده نیز به نظر می‌رسد. مرکزهای اهالی‌نشین طبیعی است که به سبزکاری و بنیاد گلگشت‌ها نیاز دارند. این مسئولیت بر دوش قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و خوجگداری نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده واگذار شده است. در فصل بهار از جانب این مؤسسه معرکه کبودی‌زارکنی و آبادانی با موفقیت انجام داده شده بود که امروز اطراف شهر باغ مرکزی و کوچه و خیابان‌ها واقعاً آباد و زیبا گشته است. نتیجه استقلالیت جمهوری تاجیکستان است که امروز جمهوریمون خیلی آباد و زیبا گردیده است. مخصوصا من قید کرده میتوانم خود شهر ترسونزاده رو که امروز تمام گلگشت‌هاش زیبا است، تمام مردم با یک جد و جهدی با یک وای برآمده به آبادانی شهر کمک خود رو میرسانند، آباد کرده ایستادند و این البته این فیض استقلال است. همین استقلالیت بود که امروز ما آزادانه زندگی کرده ایستادیم. شهر آباد شده است، تمام جمهوریمون آباد شده است و شهر ترسونزاده نه اینکه در روز در شبانگاه هم مردم برآمده به در گشت‌هایی که امروز آباد و زیبا گشته است سیر و گشت میکنند و از شکر استقلالیت میکنند که امروز در دوران استقلال در یک دولتی صاحب استقلال زندگی میکنند و شکرگزار از آن هستیم که امروز تمام شهرمان آباد شده است. در درآمدگاه شهر اطراف بیناهای محلی و راههای دورشکل شهر ترسونزاده گلهای هرخیله شنونده شده است که همه این محصول زحمت کارمندان قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر میباشد. با مناسبت 26 سالگرد استقلالیت جمهوریمان گلگلشکفان شهر ترسونزاده ماه مای سر کرده همه آویزه های درکاری عوض کرده از نو مانده ایستادیم. حدود شهر به زیاده از 200,000 دانه گل‌های آرایشی شنانده و آرا داده ایستادیم. کارگران مؤسسه منزلی کمونالی کوشش دارند که 26 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان با ظفرهای بلند پیشواز گیرند. با مقصد آبادی و سازندگی شهر کارمندان قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و خوجگداری نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده تصمیم گرفتند که من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند. نیت دارند جشن‌های بزرگ کشور را با دستاوردهای نظررس استقبال گیرند.